آسیب‌های جسمی میشن، دچار حتی بیماری‌های جسمی و حتی روانی ممکنه بشن. یعنی چی؟ یعنی به هم میریزن، ناراحتن چرا مثلا به همسرشون دروغ گفتن، به عزیزشون دروغ گفتن، یا چرا یه کاری رو کردن که مجبور میشون دروغ بگوین. اما اونهایی که دروغ میگن و عادت دارن، اول من طیف بالای این رو بگم، یعنی طیفی که اونهایی که دروغ میگن اختلال شخصیت ها، بعضی از این اختلال های شخصیت که طیف بالا هستن، یعنی پرسونال دیسوردر هستن، مثل پارانوید ها، مثل سایکوپت ها، مثل اختلال شخصیت های مرزی، هیسترونیکا و غیره، اینا خیلی راحت دروغ میگن، مثل نقل و نبات دروغ میگن. البته هیسترونیکا باید بررسی کنیم، آیا ببینیم چیز دیگری باش هست. یعنی من حالا هیسترونیکو میذارم داخل پرانتز چون جای بحث داره. مثلا در اختلالات شخصی مرزی، چون نمیتوانن هیجاناتشون رو مدیریت بکنن، اینا زیاد دروغ میگن. یه چیز جالبتر بگم و جالب که میگم، این متاسفانه تحقیقات نشون داده است انسان ها هرچی بیشتر دروغ میگن، راحت‌تر با اون دروغ کنار میان، با دروغاشون. یعنی مغز دروغ مستمر وقتی میگه، بهش این تناقضاتی که در دروغ مستمر هست رو دیگه متوقف میکنه. جالبه. یعنی تحقیقات نشون میده مغز با رفتارهایی که غیر صادقانه سازگاری پیدا میکنه. جالبه، باز عرض میکنم، تحقیقات نشون داده آدم‌هایی که دروغ میگن، سیستم لیمبیک که مرکز هیجانات هست، اینا فعالیت کمتری از خودشون نشون میدن. این نکته مهمیه. این دلیل به خاطر همینم هست در اختلال شخصیت ها، مثلا در سایکوپت ها، خودشون آدمای سالمی از نظر جسمی، چون دوچار تناقض و تعارض نیستن. یعنی معتقدن این آدم مثلا آشغال، من باید از روی زمین ورش دارم، بعد ولی روبروش ممکنه 1000 تا دروغ بگه، ولی در خودش تناقضی احساس نمیکنه. یعنی اگر مغز اینو ببریم زیر دستگاه و موقعی داره دروغ میگه بررسی میکنیم، میبینید سیستم لیمبیکش کمترین فعالیت رو داره. یعنی انگار داره خیلی صادقانه حرف میزنه. واسه همین شما مثلا این فیلمایی که تلویزیون میگه، این پلیس نشون میده این دزدا رو گرفتن، قاتلا رو گرفتن، وقتی میره باشون مصاحبه میکنه، چه گاهی وقتا زجه طرف میزنه. یعنی ما در روانشناسی میگیم سایکوپتا گاهی وقتا برای اینکه از تنبیه فرار کنن گریه میکنن، ابراز پشیمانی میکنن، ولی بدون، یعنی اشکی میریزد بدون اینکه درگیری هیجانی و احساسی داشته باشه. این بدون، خیلی نکته جالبی ها که شما طرف دروغ میگوید بدون اینکه درگیری هیجانی داشته باشد، در حالی که یک آدم سالم اگر اخلاق مدار باشه دروغ بگه اصلا به هم میریزه. خب بنابراین اونجا نشون میده بله از این بود به نفعشونه. بنابراین در شخصیت های مثل سایکوپت اینا راحت دروغ میگن. اختلال شخصیت های این ضد اجتماعی، بنابراین میگیم اصلا اعترافاشون به درد نمیخوره. این اصلا 2 دقیقه بعد همین ولش کنی، انگار نه انگار اون آدمی بود که داشت تا دقیقه قبل فلان حرفو میزد. در پارانویدا هم همین، چون به کسایی اعتماد ندارن اینا دروغ زیاد میگن. بنابراین به نظر میرسد، یا مثلا شما در شخصیتایی داریم به نام اسکیزوتایپال، اصلا حرف عادیشون هم راست نیست. حالا اینکه اونا مشکلات چی دارن، چرا اون کارو میکنن، اون کاری ندارم. این در حوزه پرسونال دیسوردر. خب ما بعضی بیماری هم داریم که آدم ها اصلا دروغ میگن، مثل اختلالات ساختگی. این اختلالات ساختگی با تمارض فرق میکنه. در تمارض طرف آگاهانه دروغ میگه، در اختلالات ساختگی طرف به صورت ناخودآگاه دروغ میگه. مثلا میگه من فلان بیماری رو دارم برای اینکه دیده تمام فامیلاش بهش توجه کنن. مثلا میگه من سالهاست دچار سرطانم ولی سرطان اصلا نداره، و این تمام دور و بریاشو با این فیلم میکنه، ولی این فیلمی که میکند ناخودآگاه، یعنی بینش ندارد، یعنی بیمار است. یا مثلا خالی بنده هم همین جورن، یعنی تو با خالی بنده اصلا حرف که میزنن خالی میبندن، حتی اگه دستشون رو مچ کنی وقتی مثلا باید احساس شرم کنن، شما مثلا این داره لبخند میزنه طرف. یعنی حتی بعد از اینکه حتی جلوی دیگران هم وقتی که میگی تو این حرفی که زدی دروغ بزرگی گفتی، ایشون به جای اینکه مثلا احساس شرم و عرق پیشانی، یه لبخند ملی میزنه، انگار نه انگار حالا اتفاقی افتاده، باز دوباره 2 دقیقه بعد میری کارشو میکنه. پس ما در بیماری‌های مختلف هم داریم که اینا دروغ میگن.
اما شکل‌های دیگه‌ای از دروغ هم داریم که بعضی از دوستان اشاره کردن، مثلا دروغ‌های واکنشی، یعنی در جای ترس است. مثلا دروغ فقط میگه برای اینکه جلب توجه بکنه. گاهی وقتا هست مثلا طرف دروغ میگه برای اینکه دوستان اشاره کردن که برای اینکه رابطه‌شو حفظ کنه، مراقبت از خودش کنه یا از دیگری بکنه. اینا جای بحث داره ها. اینا کاملا جای بحث داره. گاهی موقع آدم‌ها دروغ میگن برای اینکه عرض کردم دیگران رو فریب بدن، کلاهبرداری کنن. خب اینا بحث داره. اما فلاسفه ما چه گفتن؟ دوستان شنیدن دیگه. بستگی به این داره است که اون فلاسفه اخلاق رو نسبی بدونن یا در کدوم مرتبه از رشد عقلی دارن صحبت میکنن. چون مخاطب انسان ها معمولا همون طیف 90 خورده هستن. خب در این طیف اخلاق نسبی و دروغگویی، کلمه احتمالاً زیاد شنیدی به نام دروغ مصلحتی. من نمیخوام وارد بحث‌های مذهبی و سیاسی بشم چون میخوام علمی برم جلو. اما مثلا غزالی که خودش کتاب کیمیای سعادت رو نوشته و در اون بسیار به مباحث اخلاقی تأکید داره، معتقد هست که دروغ مصلحت آمیز جایی میشه گفت. اشاره هم میکنه حدیثی از پیامبر رو که اونجا گفته که آقا میشود در 3 جا، یعنی جایی که جنگ هست و شما نمیتونی جنگ بکنی، به دشمن دروغ بگی، یا جایی که مثلا صلح هست میان 2 نفر، میتونی بگی آره اون یکی ازت اینجوری تعریف کرده، دروغ بگی ولی همچین حرفی اون نزده. یا جایی هست که احساس میکنی یک کسی که ظالم است و قرار است مثلا مال کسی رو ببره، میگه آقا فلانی چه مالی داره، شما دروغ میگی نه هیچ مالی نداره. اینجا به اون اشاره میکنه و اونجا دروغ مصلحتی رو بگه. من اصلا نمیخوام بگم این درست است یا غلط است، اینو خواهش میکنم ورود نکنید. من فقط دارم نظراتو میگم، بعداً جنبندی خودم رو عرض میکنم. اما اشاره کردم که در ایران باستان اساساً چرا در کتیبه داریوش و چرا در اونجا در خود زرتشت که اولین بار که بحث دروغ رو ما حداقل در تاریخ داریم، حالا شاید بعداً کلمه دیگری یاد بشه، چگونه بهش نگاه میکردن و چقدر بر پاکی و راستی انسانها اشاره میکردن. همچنین من تا اینجا اشاره کردم که بسته به رشد عقلی انسان، به مراتب فضیلت‌های انسان‌ها هر چقدر رشد هر چقدر عقلانیت در اونها رشد کرده باشد و اخلاقیات در اونها رشد کرده باشد، انسان‌ها به سمتی میرسن که کمتر دچار این عارضه میشن. ما هم تو این مسیریم، یعنی دوست داریم کمتر، یعنی بدونیم که این یک رذیلت اخلاقیه. صداقت یکی از، میدونید که تحقیقاتی که روانشناسا در آخرین پژوهش‌هایی که در روانشناسی کردن، یکی از فضائل اخلاقی صداقت است. یعنی این صداقت رو خیلی بهش تاکید دارن که نشان دهنده اصیل بودن انسان است. اینها رو عرض کردم بگم که خب من اشاره کردم گاهی موقع میگیم آدم‌ها چون ترس دارن دروغ میگن. خب ترس ها رو باید کم کرد. یا مثلا کسی که دیدید که میگن برای حفظ رابطه ما دروغ میگیم. خب من سوالم اینه، انسانی که شفاف است، فضیلت‌های اخلاقی رو رعایت میکنه، در رابطه عرض میکنه، مثلا چه نیازی دارد دروغ بگه وقتی که میگه آن را که پاک است چه حاجتش به خاک است؟ انسانی که درست زندگی میکنه در رابطه چه نیازی دارد؟ انسانی که حرفه‌ای رفتار میکنه در حوزه اخلاقی چه نیازی هست بخواد دروغ بگه؟ ببینید پس اینها باگ‌های ماست. انسانی که من بارها دیدم با همین تو این هفته چندین مورد پیش اومده، مراجعین من داشتم که آقا مثلا میگه فلان کار رو کردیم، میگم خب چرا این کار رو میکنی که مجبور بشی که به همسرت دروغ بگی، به شوهر دروغ بگی؟ ببین یعنی ما میدانیم گاهی وقتا اگر هنوز اون نفس ما مقداری سالم مونده باشه، میدونیم این کار اخلاقی نیست، انسانی نیست، خردمندانه نیست، در حوزه عدالت نیست، در حوزه انسانیت نیست، در حوزه اعتدال نیست. مشکل بشر این است که ما در حوزه رشد عقلی و اخلاقی جا موندیم
واسه همینم هست که متاسفانه که این دوچار این آرزه ها میشیم و بعد جواز به خودمون میدیم نه اشکالی ندارد، اون سختگیر است. مثلا تصور کنید طرف میاد منشیشو سوار میکنه، میگه آقا مسیر نداره، تو مسیرم سوارش کردم چه اشکالی داره. ببین این واژه پشتش 1000 تا حرف. ماشین براش نیست، تو بیابون گیر کرده، تو برای چی سوارش میکنی؟ اصلا آیا اخلاقی است؟ بعد میگم خب حالا سوارش کردی جلو نشستی یا عقب نشستی؟ میگی همین جلو نشستی. میگم حالا در مورد چی؟ میگه کلی حرفای خصوصی هم زدی. ببینید بشر امروز متاسفانه چون رشد عقلیش کم است، به خودش ما اولین قربانیان دروغگویی خودمون هستیم، دوم به دیگران آسیب میزنه. اصلا این دروغ موجب آسیب‌ها شده. خب ما باید رشد اخلاقی کنیم که تا کمتر دروغ بگیم. اصلا چه نیازی از دروغ بگی وقتی شما درست رفتار میکنی؟ خب اون جایی که بعضی از فیلسوفان معتقدن مثلا برای حفظ جان باید دروغ گفت، شما در تاریخ میشنوید که بعضیا همین به معتقد نیستن. میگه این جان ارزشی ندارد اگر شما از مقام انسانیت بیفتید. حتی اونجا هم قائل بعضی دروغ نیستن، اونا کسایی هستن که مرتبه بالاتری میرسن. مثلا شما در داستان منصور حلاج خودش میتونه دروغ بگه، مثال عرض میکنم، حالا نمیخوام بیاد بعضی از دوستان بیاد دیگه آقا این داستان از ول کو اصلا درست نیست، غلط است. خیلی جاها هست که شما اصلا نیازی نیست دروغ بگی، میتوانی از خلاقیتت استفاده کنی، دروغ نگی. خود این هم یه بحثه. یعنی گاهی وقتا دایره لغات ما به دلیل محدودیتی که دارد و به دلیل اینکه بلد نیستیم جواب خلاقانه بدیم دروغ میگیم.